قانون چیزی است که از طرف همه شهروندان با طریق رایپرسی همین کنستیتوسیون ما قبول شده. البته که قانون برای همه یک است. باید برای همه یک برای همه یک است. در عمل مثلا بعضی‌ها شکایت میکنند که قانون فقط برای مثال کمبغل‌ها در عمل هر کس هر خلاص مثال نه ما هم با یک حساب کمبغلیم که باید نیستیم، نه ما شکایت امروز نداریم. کجای رفتگی مثال کارمون موافق قانون بود شده است. با همه یک خیل هستن لیکن بسیاری‌ها چیز نمیکنن، رعایت نمیکنن. من آدم گذر راه هست سبز میشود لیکن شفیرها همین خیلی رای میکنن، راننده همین خیلی میرونن که قریب آدم زیر کنن. اگر قانون بر رعایت نمیکنن. حاضرش اگر یک فکر کنی هزار کرونه که نسبت پیشنه خوب شده و درباره مثال زندگی شهروندو حاضر هر یک نفر روی شخصیت خودش اگر کار قبول کرد زندگیش خوب میشه، نه که خودش که قبول نکرد یک جا زندگیش خوب شد. در شهر کم خیلی چند خواهد بتونی هم خیلی زندگی میکنی. پس تو بلندی دوره خلق همه هم خیلی کمبغل در دیگه خیلی نسبت رفتارای دورنده در دیگه خیلی رفتار همه در خیلی رفتار نداره. زندگی خوبه. قانون درباره جمهوری همین جمهوری ما یکه، هر یک انسان در یکه. وقتی قانون برابر باشه ما مثال یک جا دم خیلی ویزاوی سنتر دم مثال چیز پردیم داکومنت سپردیم این 210,000 سوم ده ما را میگفتن که در کانادا مثال جای کار با جای کار تامین میکنیم. این قانون اگر روایت میشید ما انسان در اهمیت اندادیم در پروکراتور اندادیم در همه مقامات که دادیم تازه همین انسان نه 4 ماشین در تاجیکستان نیست گم شدگی رفتگی مثال همه مقامات دادیم دلا کردن بردن دیدن جنایتکار جواب دادن رفت دیگر ندیدیمش تا حاضر همین انسان نیافتیم. قانون شکن هستن جورا باید قانون رعایت کنی. خواه زوره خواه کمزوره خواه شاه خواه گدا همه ما باید قانون رعایت کنیم. این قانون دولت هست. همه دولت ها قانون هاشون بودن. دولت های پاچویی که بود قانون داشتن. دولت به قانون نمیشه.